سلام دوستان، امروز اومدم که بهتون یاد بدم که این رابط های تلویزیون و آنتن که بعضی کارامات ندارن رو به چه نحوی استفاده کنیم. ببینید اینا خودشون یه منبع تغذیه هستن. شما میتونید یک سیم به ورودی آنتن که مثبت میشه، یه دونه سیم از اینجا که منفی میشه. حالا یه تست بهتون بگیریم، میزنیم به برگ. حالا روشن شد چراغش. خب این الان منفیه، اینم مثبت. این یه چراغ 12 ولته. اینم ببینید که به خوبی روشن میشه، بی هیچ عیب و نقص. دوستان اگر از ویدیو خوشتون اومد فالو کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و برای دوستاتون هم بفرستید. ممنون. خداحافظ.